قبول داری بعضی وقتا از شیشلیک هم بیشتر میچسبه؟ سیب زمینی یا تخم مرغ پزو میگم، به شرط اینکه بدونی چجوری ساندویچش رو درست کنی که خشک نباشه و یه ترکیب خوشمزه باش بسازی. پیازهای خلالی رو که تفت دادیم زردچوبه میزنیم، سیب زمینی ها رو به همراه نمک، فلفل و پاپریکا اضافه میکنیم و یکم تفت میدیم. شیوید و نعنای خشک روش میریزیم، یکم آب برمیذاریم که بپزه و آبش کاملا جمع بشه. تخم مرغ آبپز رو رنده ریز میکنیم، سیب زمینی ها رو داغ داغ میکوبیم، بهش کره، سس مایونز و پنیر خامه اضافه میکنیم. حالا تخم مرغ ها رو با نمک و فلفل اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. نون لواش بهترین گزینه است، ولی با هر نونی که دوست دارید یه ساندویچ توپل درست کنید. گوجه و خیارشور هم که از واجباتشه. واقعا این ساندویچ میچسبه، درست کنید و نوش جان. قبول داری بعضی وقتا از شیشلیک هم بیشتر میچسبه؟ سیب زمینی یا تخم مرغ پزو میگم، به شرط اینکه بدونی چجوری ساندویچش رو درست کنی که خشک نباشه و یه ترکیب خوشمزه باش بسازی. پیازهای خلالی رو که تفت دادیم زردچوبه میزنیم، سیب زمینی ها رو به همراه نمک، فلفل و پاپریکا اضافه میکنیم و یکم تفت میدیم. شیوید و نعنای خشک روش میریزیم، یکم آب برمیذاریم که بپزه و آبش کاملا جمع بشه. تخم مرغ آبپز رو رنده ریز میکنیم، سیب زمینی ها رو داغ داغ میکوبیم، بهش کره، سس مایونز و پنیر خامه اضافه میکنیم. حالا تخم مرغ ها رو با نمک و فلفل اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. نون لواش بهترین گزینه است، ولی با هر نونی که دوست دارید یه ساندویچ توپل درست کنید. گوجه و خیارشور هم که از واجباتشه. واقعا این ساندویچ میچسبه، درست کنید و نوش جان. قبول داری بعضی وقتا از شیشلیک هم بیشتر میچسبه؟ سیب زمینی یا تخم مرغ پزو میگم، به شرط اینکه بدونی چجوری ساندویچش رو درست کنی که خشک نباشه و یه ترکیب خوشمزه باش بسازی. پیازهای خلالی رو که تفت دادیم زردچوبه میزنیم، سیب زمینی ها رو به همراه نمک، فلفل و پاپریکا اضافه میکنیم و یکم تفت میدیم. شیوید و نعنای خشک روش میریزیم، یکم آب برمیذاریم که بپزه و آبش کاملا جمع بشه. تخم مرغ آبپز رو رنده ریز میکنیم، سیب زمینی ها رو داغ داغ میکوبیم، بهش کره، سس مایونز و پنیر خامه اضافه میکنیم. حالا تخم مرغ ها رو با نمک و فلفل اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. نون لواش بهترین گزینه است، ولی با هر نونی که دوست دارید یه ساندویچ توپل درست کنید. گوجه و خیارشور هم که از واجباتشه. واقعا این ساندویچ میچسبه، درست کنید و نوش جان. قبول داری بعضی وقتا از شیشلیک هم بیشتر میچسبه؟ سیب زمینی یا تخم مرغ پزو میگم، به شرط اینکه بدونی چجوری ساندویچش رو درست کنی که خشک نباشه و یه ترکیب خوشمزه باش بسازی. پیازهای خلالی رو که تفت دادیم زردچوبه میزنیم، سیب زمینی ها رو به همراه نمک، فلفل و پاپریکا اضافه میکنیم و یکم تفت میدیم. شیوید و نعنای خشک روش میریزیم، یکم آب برمیذاریم که بپزه و آبش کاملا جمع بشه. تخم مرغ آبپز رو رنده ریز میکنیم، سیب زمینی ها رو داغ داغ میکوبیم، بهش کره، سس مایونز و پنیر خامه اضافه میکنیم. حالا تخم مرغ ها رو با